موجوداتی بسیار پر انرژی به نام بچه گربه که هیچگاه خسته نمیشوند و گویی در کنانها با صیقلبی جاسازی شده است. اینان شبانه روز دنبال یکدیگر میدوند و با هم بازی میکنند. حتی اگر چند وعده هم غذا نخورند واقعی آمده از کنار شما. قلیچ را بفرستید به قلیچستان. حتی اگر چند وعده هم غذا نخورند باز هم مهم نیست، چرا که آنها باید فقط بازی کنند. بازی، شادی، تماشا. این قلیچ داره میاد به بالا و به ترکون من بالا میرود. قلیچ برو پایین، قلیچ برو پایین. و بابا گربه به نام ببیتی از کشور ببیتستان شمالی وارد میدان می شود. بابا ببیتی فسقلی نر می رود جلو. فسقلی ماده در خشتک من چیکار می کند؟ فسقلی ماده از خشتک من برو. و ویلا لیلی تذکر بسیار نرم و لطیف. میاو. زردنبو از زیر میز کامپیوتر به در می شود. قلیچ به سمت فسقلی می رود و آنتن تلویزیون را تنظیم می کنند. آنها در این کار تخصص فوق‌العاده‌ای داشته و بلافاصله در آنتن و تصویر تلویزیون می رینند. نه، تر می زنند. تاکنون تلویزیون های بسیاری را خراب کرده و تصویر آنها را ریدند. بابا ببیتی داره میره اونجا رو بو میکنه و این سه نفر، سه کله پوک کنار یکدیگر ایستادن. وا ویلا لیلی. بابا ببیتی برمیگرده و زیاد خوشحال نیست. راستی بابا ببیتی بنا به دلایلی شق درد شده است و دنبال ماده‌ای میگردد، ولی متاسفانه ماده های روستایی ما توسط کفتربازان به محلی دور تبعید شدند و فقط گربه نر موجود است و همه خلیفه بده است از سوی به سوی دیگر. تنها ماده این روستا گربه ماست به نام میگ میگ. خدا رحم کند بر کون میگ میگ. دنب سیخ این بسیار نشانه خوشحالی و شادمانی و قدرت است. متاسفانه شخصی در وسط خانه لخت نشسته که مزاحم فیلم برداری من است. من نمیتوانم راحت فیلم بگیرم. بله، مادر میگ میگ بسیار فضول بوده و میخواهد بره جای پنجره. فضولستانی بیا. مادر او را به دندان گیرد و میبرد به زندان. نخست کون او را بو کشیده و مطمئن میشود که فرزند خودش است، چرا که این حافظه کوتاه مدت بسیار تخمی دارند. مادر از پشت کلش بگیر ببر. مادر چون که آنجا در باز است احساس خطر میکند، چرا که آن در به حیات راه دارد و یکی از کودکان خود را در این راه از دست داده و مقام والای شهادت رسیده است. خیلی به بچه‌هاش علاقه داشت، به شهادت علاقه داشت. خیلی که بچه‌هاش رفتن پنجره، یعنی یک گربه زرده دیگه که این لاشیا گرفت برد به چیگره. این دیگه از همون زمان خیلی بعدش هم دادیم این گربه زرده. نمیگه برو قایم شد. گوش کنی صحبت گربه داره تهدید میکنه. شعله رو بگیر کنار که نفهمم ما نشخوار هستیم. بسیار خوب. برو میگ جای نه برف. یورقه برو یورقه بیا. دنبه لنبنده بیا. میگ میگه آل بمننه، میگ میگه آل بویه. قزدره قبلنگین دقلقه دویه. سه نفر ریختن به کارتون آکاسیفی خانم و خانه که درونش پر نخ و کانواس. آموزش بافتنی هم برای کانال بگذارد که در آن به همگان یاد میدهد چطور لباسهای شوهرشان را نخایش را باز کنند و تبدیل به توپ کانوا کنند و بنزن توی این چارگوشی. متاسفانه من هیچ کلاه، جاکت، شلوار، هیچ چیز بافتنی ندارم الان. همه تبدیل شدن به گلوله‌های کانوا داخل آن جعبه هستند. آموزش بافتنی. کلاس آموزش بافتنی. خیلی علاقه داره. خیلی علاقه داشت به بافتنی. خیلی مرف این بافتنی همه اینجا هستن در رنگ ها و سایز های مختلف. حالا بعداً باز کلاس بافتنی هم میذاریم براتون. خب این دوتا آمدن به خونه جدید. نون پنیر و خارک آقل نو مبارک. نون پنیر و شلغم آقل نو به حلقم. انی بیا انی برو ننی بیا. دلک و بلک قضی میکنن خیلی قشنگ. دلنگ خنگه. مادر با بچه صحبت میکنه که بیا آنجا خطر دارد، گوش کنید.
کونش رو چپ راست میزند که مسلط شده داره پریدن. دم سیخ کونکی و با تو کجایی، دم سیخ کونکی چقدر بلایی. بسیار خوب و شادان و خندان قنبله بلرزان. حالا همه این خانواده کسخل پشت کم خواهی رفتن. خانواده شادان کسخلان. این دفعه داخل بخاری خدا شد که بخاری خاموش است. ننه به او سر شیش دسته که حالی مایه به چاه خورقیق کنه بیایی به تری خونه. یک من شما جیجی بودم بریم به تری خونه که حالی گربه زرده میایی شما رو میخوره. ننه به دم در سی میکنه ببینه پیشک هست یا پیشک نیه که مایه به چاه زیر ببره یا نیه. وقت احساس خطری میکنه میگه به چاقو میگه قیم و ببری به تری خونه. گوش نکنه از پس کلیج نخه دندون خو میگیره میبره به تری خونه. ببخشید من گاهی وقتا لفظم به ترمینی بریتیش تغییر میکنه، ولی میدونم که تمام مشهدی‌ها مخصوصا با این لهجه آشنا هستن، چرا که در شهر مشهد و منطقه گلشهر ایرانی ها مقیم هستند. افغانستان هستند. در ببندم که پنجره ها رو میخوای ببندی منظورته؟ ها در خب در ببند. آره داخل کاج نیستی شما راحت باش. پیشک تینگ تیشک قنگ قلنگ دنگ پیشک یا تو پیشک هندی پیشک هندلگن دنگ پیشک. بیا پایین یا رفت بالا اون رفت بالا ملعون رفت بالا ملعون آل بمنه. بیا پایین بیا پایین که الان گربه زرد پشت کلت میگیره مباره. بیا پسرم بیا پایین چیکار گربه زرد از پشت تور رو بریم چی کار کنیم ها؟ داده چیز بردن نیم سر خوشگل برو بازی کن جو برو آفر برو دیگه نه این طرف خواهش میکنم نه این طرف برو. نه پیشی میبرد ها پیشی میبرد گوش نمیکنی نگاه پیشی میبرد فسقه نیجا پیشی میبرد ها ترسی نه ای فرفرک نگاه کن داخل آشغال ترسید فرفرکی دوید این طرف. مادر را دیوانه کردن. الان میزنن الان میره همه رو تنبیه میکنن دندون میگیره تنبیه. حرف مادر را گوش نمی کنند. متاسفانه برای حرف مادر پشم هم ازش خواهد نیستند. میگمی جان میگمی بچه ها بر بخوابون تو اتاق اون پایین. آفرین چه دخترم نازه میگم یعنی من ببرمشون حسن تو به دنده میگه دختر من نازه من شارجر کجاست؟